بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما درباره جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خواهد بود که پیامبر گرامی الگو و سرمشق زندگی هر یک مسلمان باید باشد و الله مهربان هم در قرآن کریم اشاره به این آیت زیبایی دارد. در سوره احزاب الله مهربان می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در این آیت کریمه الله مهربان می‌فرماید که بیشک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آن چیزی که گفتند و در آن چیزی که کردند نمونه نیکی برای شما هستند. تنها کسی میتواند که پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد که به ثواب و رحمت الله جل جلاله و به روز قیامت امید داشته و آن عمل میکند و الله مهربان را زیاد یاد میکند. اما کسی که به روز قیامت امید ندارد و الله مهربان را زیاد یاد نمیکند، پیرو پیامبر نمی شود. دوستان گرامی قدر، در این آیت ما می بینیم که خداوند پیامبر گرامی را الگوی ما، سرمشق زندگی و راهبر ما قرار می دهد و گفتنی است که امروز مشکلاتی که در روزگار ما هست در امت اسلام که در هر یک سمت ما مشکل داریم، می بینیم که در زندگانی بین زن و شوهر چی مشکلی های هست و در تجارت و در گفتار، در رفتار، هر یک سمتی رو که امروز میبینیم ما مشکلی های را در حیات خود به نظر میرسد. اصل واقعیتش، اصل این مشکلی ها همین است که ما از راهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن فاصله گرفتیم. اگر ما پیامبر خدا را به درستی بشناسیم و اون راهی که پیامبر برای ما آموخت با آن راه پیروی کنیم، بر آن راه رویم، حتما که ما سعادت این دنیا و آخرت را خواهیم یافت. ابن کثیر در زیر این آیت یک جمله زیبا دارد، میگوید که هذه الآیه الکریمه اصل کبیر فی التأسی برسول الله صلی الله علیه و سلم فی اقواله و افعاله و احواله. میفرمایند که این آیت کریمه یک دلیل بزرگ است برای سرمشق و الگو قرار دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگانی امت اسلام، چه در گفتارش باشد و چه در رفتارش باشد و چه در زندگیش. یعنی این آیت بیانگر این است که هر یک فرد مسلمان براش ضروری است که پیامبر خود را بشناسد و از او پیروی کند. دوستان گرامی، همین مصیبتی که امروز در جامعه ها هست که پاش خوردن عائله ها، شخصا با چند نفر از این ها صحبتی داشتم که سبب جداگیشان در چی بود. بعضیشان 2 ماه زندگی کردن، بعضیشان زیادتر یا کمتر. یک سبب های را می آورند که هیچ امکان ندارد که بر این سبب هایی که خیلی خوردن، خیلی مشکلی های خوردن، بر این سبب ها انسان از همسر خود جدا شود. و اصل واقعیت این در این جاست که ما از حیات پیامبر خدا و از حیات پیامبران که فاصله گرفته ایم، کم خبر داریم. دیگر در عادی ترین حالت ها، آزمایش زندگی، امتحان زندگی نمیتوانیم که طاقت کنیم. ضروری است که هر یک فرد مسلمان از قرآن کریم، از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاموزد تا در زندگی با چنین مشکلی های گرفتار نشود. و دوستان گرامی، یک جمله زیبای دیگر را که امام ابن قیم دارند، خداوند رحمتشان کند، میفرمایند که لا سبیل الی السعادة والفلاح لا فی الدنیا ولا فی الاخره الا علی ایدی الرسل. امام میفرماید که هیچ راه سعادت و هیچ نجات نیست، نه در دنیا و نه در آخرت، مگر بر این که ما پیرو از پیامبران گذاشته باشیم. ما پیرو از پیامبر خود و از پیامبرانی که خداوند در قرآن برای ما از حیات آنها خبر میدهد. ببینیم که
هر یک مشکلات گوناگونی که در حیات آنها بود خداوند خبر می‌دهد تا ما از این عبرت بگیریم و در زندگی خود از این کار بگیریم تا مشکل آسا در زندگی خود و مشکل ها دچار نشویم. می‌بینیم که حضرت ایوب علیه السلام وقتی که مشکل پیش می آید هم خداوند فرزندانش را میگیرد هم خودش بیمار می شود. در این ساعت سختی با سوی خداوند التجا می کند، دعا می کند که خداوند ما را از این مشکل ها بیرون نما و الله مهربان دعای حضرت ایوب قبول می کند و از این مشکل ها بیرونش می کند. و از حیات حضرت یونس علیه السلام می بینیم که در قرآن کریم الله مهربان می فرماید و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. می‌بینیم که دعای حضرت یونس که در این حالت سختی قرار گرفت به سوی الله مهربان دعا کرد و خداوند از این مشکلی او را رهانید. و در این آیت کریمه میگوید که هر نفر هر مؤمن هم که اگر مشکل به او رخ میدهد با سوی خدا بازگردد و دعا کند خداوند مشکل او را برطرف میکند. و از حیات حضرت زکریا هم میبینیم که دعا کرد که خدایا من تنهایم برای من فرزند بده و خداوند حضرت یحیی را براش هدیه نمود. دوستان گرامی همه این آیت ها بیانگر و نشانگر این است که راه سعادت همان جاست که امت اسلامی به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و به پیامبران گذشته پیروی کند تا اینکه از این مشکل ها بیرون گردد. و در دوام امام ابن قیم جمله دیگر دارند که ولا سبیل الى معرفة الطیب والخبیث على التفسیر الا من جهتهم. و این چنین راه حق و باطل را انسان نخواهد یافت مگر اینکه پیرو از پیامبران گذشته باشد. و در دوام باز میگوید که ولا ینال رضا الله البته الا علی ایدیهم. و رضای خداوند را هم بنده نمیتواند پیدا کند مگر به پیروی از حیات پیامبران. دوستان گرامی از این آیت ها باید ما عبرت بیاموزیم و اگر میخواهیم که در زندگی خود مشکلی کم باشد، در زندگی خود نیکبخت و کامیاب باشیم از پیامبر خدا و از پیامبران از حیات آنها بیاموزیم و در زندگی خود پیرو از آنها باشیم. کسانی که از راه پیامبر صلی الله علیه و سلم دور گشتند، حضرت سعدی بزرگوار چند مصرع زیبا دارد در سرزنش از آنها میفرماید در این بحر جز مرد راعی نرفت، گمان گشت که دنبال داعی نرفت. کسانی که زین راه برگشتند یعنی راه پیامبر صلی الله علیه و سلم برفتند و بسیار سرگشتند. خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی. خداوند یار و مددگارتون.